گفتن بعد از شریک آوردن به خدا، یعنی بعد از کافر شدن، مشرک شدن، یگان گناه بزرگتر از زیناکاری نیست. یگان گناه بزرگتر از این نیست که یک انسان یک آبشه، نطفهشه در رحم میریزانه که براش حلال نیست. مثل این جوانهایی که امروز در خانه های مردم میدرآیند، روشون سیاه بدبختاره. یگان گناه بزرگتر از این نیست برادر عزیز. از همه بزرگترین گناه پیغمبر بزرگوار گفتند بعد از شریک آوردن به خدا این چی هست؟ زنا هست. یعنی به یک زنی که متاسفانه امروز بعضی زنهای شوهردارم در این راه فحشا و بد برآمدن. یک روز یک برادر نزد من آمد شکایت کرد که حضرت از زنم گفت جدا شدیم، 3 فرزند دارم. سببش چی؟ سببش گفت زن من از روی این تلفن بدبخت با یک شخص صحبت کرده، او شخصیت به این رفت و آمد و معامله و مناسبت داشته. روزی آمدم در خانه پیداشون کردم. بدبختی را ببینه. خواهرهای محترمه، میدان که شما از طریق این نوارها سخنهای ما را میشنوید، به خود بیای، شما خودتون بدبخت نکنه، در ملک شوهرتون خیانت نکنه. از خدا ترسیدن در کار.